خوبی همگان استاد دولت نظری علاقه حضور دارند در استودیوی ما و میدونید اینجا استاد دعوت دست خالی آمدن با یک زمره اسباب های موسیقی که من فکر کنم که شاید برای شما نیست چون من خیلی جالب باشه شاید اولین مرتبه میبینید و همین خاطر امیدوار هستم که یک صحبت بسیار جالب ما را انتظار است. استاد عزیز بسیار خوش آمدید، روز بخیر باشه. تشکر سیارا جان. خب انا چی از خرسندم که اولین بار با کارمندان رادیویی دوست داشتن وطن امروز بخوری دارم و به شک میتوانم بگم که بخوری من اولین بار صحبت میکرد و برادر عزیزم داده خدا و اینجا شما سیارا جان سبب شدید که در چارچوبه صحبت‌های همدیگر باشیم و تا کجا توانیم وصافی وطن باشیم و گوییم که خیرخواه وطن باشیم و چنین واژه ها برای ما و شما علاقه بیگانه نیست، چون که کسی اگر میگوین که گوشه ایمان اگر داری وطن دوست و وطن را دوست دار، با وطن باش و با رادیو وطن. بله بهترین. استاد ما شما رو یکم زیادتر منتظر شدیم. حالا بگوید که هر روز شما چگونه آغاز می شود؟ شاید که سر صبح خیلی سرکار هستید شما. من خرسندم که اگر 5 دقیقه من وارد مثال اما بگم که آغاز کار شما گردد برای من افتخار است، چون اسباب‌های مولتی ساخته بله در جیبم دارم، در لیوان دارم، آنها رو گرفته کجای خواهم رفتن میگیرم. برای همین دلم پر بود که من بیایم و البته با افتخار سر راه من شما پذیرانید و با اسباب‌های خوب و اسباب‌های بسیار بزرگ و بسیار چی گوییم چی شکل در اونجا جانمه گرفته یا بعد سفرهای هنری بسیار یک حالت شما رو آنجا جیغ میزنم برای چی؟ شما خودتون بیان گمشونه بعد فهمم که چی در فرودگاه ها هنگام وارد طیاره شدن اسباب‌هایم درازی میکرده است. یک سانتیمتر یا 2 سانتیمتر بالایی میکند و من اسباب رو گرفته برده نمیتونم و فکر کردم که اندیشه کردم که بیا اسباب‌های خردی مولتی ساخت رو ببر گیرم. من نگاه کنید من یک از طاولک سر میکنیم. بله. طاولک کلان رو من جای برام میگم. همین خوردم باشد صدایش هست. واقعا شما باید این طاولک رو ببینید، خیلی خرد است واقعا. من نگاه در حقیقت آن این گرماشک نفسی. بله. خرد است مثلا تقریبا 8 سانتی متر باشد به 8 میلی متر. بله. من نای تاجیکی ببینید که از توت ساخته شده است و شرط نیست که مثال من یک نای کلان رو در سفرهای هنری مثال که جوان رو میکوبند این چی است من این خورده که کس واقعا چخوز یعنی که لبچنگ. این همون لبچنگی است که مثلا در بسیار کشورهای دنیا بزرگش هم هست کلانتر، یعنی که هنرمندان مینوازند و مثلا ایجاد میکنند یا که سری آواز میگیرند یا آوازخوانی میکنند، اما این خاراکتر بابایی دارد. خاراکتر بابایی همین اسباب که تمام دنیا با همین سر و کار دارد، با همین اسباب. این اسباب خیلی خرده بسیار خرده است اما بسیار صدای خوب دارد. بهترین واقعا باز از این خودترش هم هست. بهترین واقعا هنگام نواختن در زبانتون خم گردد سخنتون اینها رو میتوانیم با از این هم خودتر سوزیم در یکم برنامه های کنونی آینده. شاید من با از این هم خودتر اسباب‌هایی رو بیارم که عیان نیستن.
و اینو بگذار در سفرهای هنری پرچمبرداری هنر رو ورزش کشورمون شوند. چون که این اسباب‌ها در اگر وقتی که تکنیکای کنونی رو میمونید صدای بلند میگیرن و شرط نمی شود که با ضربی بسیار هم میگوییم که ایلوواگی اینو رو بسیار چی معرفی کنیم و یک هوشم میباید که شما به سوال میدید که شاید استاد شما این اسباب‌ها کمترند یا زیادند که اینها رو مثال در آثارخانه مثال شخصی خود جا میکنید و اسباب بسیار است در من بسیار است اما آنها رو هر یکی آنها رو در هر مورد با همون توافتی زیبایی صدای خودش استفاده بله و به هر جا هم بردن و اینها رو با دوری خود تلفن کردن که اگر دولت شما من در پایان نگاه میکنم ایش فکر کردن که ممکن اگر یک واقعا وقتی که ما نیز خواهش کرده بودیم از استاد اول نظیر که حتما با اسباب‌هایشان بیان و وقتی که اومدن با یک جزونی خیلی کوچک ما گفتیم که استاد فراموش کردن چی که اسباب‌ها رو بیارن ولی اینجا علاقه پر از اسباب‌های کوچک ولی با صدای بلند است. معیاری دلسوزی معیاری گویا که اخلاص داشتن به وطن و کار و افکاری وطن پروری وطن خواهی و وطن دوستی و ظرافت‌گویی و مثلا خوشگویی ها و مثلا چی گوییم مطلب‌هایی که مثال وطنی هستند مثال بابایان اونها رو در گردی می‌بینیم که خاک وطن از تختی بله سلیمان خوشتر است. دوستان عزیز ما реклама داریم بعد از اون برمیگردیم. Это Линдавит сироп. Линдавит сироп – это комбинированный витаминно-минеральный комплекс для ваших юных детей. Что ты сделал? Да, мам. Тебе по дому помочь? فرهنگ استفاده و تلفات با مواد پلاستیکی این نوع پرتوهای پلاستیکی را در کره زمین محروم کرده است. در تاریخ بشریت در جهان 9 میلیارد تن مواد پلاستیکی جمع‌آوری شده از این 9% کارکرد کرده شده است و خلاص. هر روز ساکنان سیاره تا 500 پاکت پلاستیکی را به پرتوگاه‌ها می‌پرتویند. پاکت‌های یک بار استفاده شده قبارهای آب‌موزه را بند کرده و محیط زیست خطری جدی می‌رسانند. از استفاده پاکت‌های پلاستیکی خودداری ورزید. سیاره رو باید نجات داد. باز می‌خواهید صاحب ماشین خود شوید. با رخش تاکسی مراجعت کنید. ما به شما کمک می‌رسانیم که آرزوی دلینتان خریدن ماشین با شرط‌های مساعد عملی گردد. به پیش پرداخت و به فایز. شماره ماشین‌های برقی محدود است. پرداخت به مدت 3 سال داده می‌شود. برای معلومات مفصل به رقم‌های زیرین زنگ زنید. 77 403 831. Чего грустишь, соседка? Да опять все каналы пропали. Дети требуют мультики. Мама хочет смотреть свои ток-шоу. Так подключи IP-телевидение от компании Telecom Technology. Всего за 25 рублей в месяц. Ты получишь более 100 телеканалов в HD качестве, онлайн-кинотеатр с 2000 фильмов. Есть даже функция паузы и перемотки. И главное, IP-телевидение работает бесперебойно в любую погоду. Не хубай. Прямо сейчас. Bence fasalat çemişler. Reklam için هم برای ثبت رشد و هم موسیقی بیشتر اما سخن هم میکنم وقتی وقتی خاندان آهنی میکنم باید میکنی تلاش کرده همون پرکاری من اسباب میگم من اینو آهنی هم وقتی که خواهی در میکنه تصویرم میاد از اون اسباب چه میسول دیگر استفاده میبرم صداش میبوره اگر برای مجلوادن صدای کمک میدوادن من رفتن نمیتوانم دردی میان و بقوم مرا غم میدهد هیچ از این دردی میان و دردی بقوم خلاص نشدیم ده حکیم بای من با شما پردیفین گل را تفسیر میدیم من دارم پردیفین همه چیز اصلا باید باید نازد
سلامت باشید. خوش اومدید. این ولی رکلامه. خوشبخت باشید. آخر کجا آشنا ها راست پیش دارم انه دیگر گپ همه اسبابای کلام قطعی اومدن. گرفتم استاد. اول بودم بلد نبی اسباب باید کارتون آن گفتیم اون که جاتی تو ما این دکتر گفتیم و پایان توی اما دکتر رو بچه‌ها رو سعی کنید کارمندا رو بگو بیان اسباب ما بدارن. بعد اندیشه کردم بودیم به ولی ما یک هم شوخی میکنم و یک که قضاوت کنیم نه هر جا که باشیم همین خورد خوردن. این فیلمای دمایده کردیم. ولی همین کم ترک در افتاد نه فیلمای کچه تو مگر همین در روزی که من برای سفارت نری رزبا میکنیم ویدیوش میتوبید این ایش بوی نه اوهانی یه خوب قرون نه خیلی ولی با عید لبچان با عید خوردش هست یولو صدای بس داره بامای ولی با خوب چماست دوستان عزیز دم دارد برنامه صبح بخیر و ما صحبت داریم با استاد دولت نظری و استاد باید بگویم که در برابر وردن اسباب‌های خیلی خرد ولی خیلی خوش صدا باز یک زمره سرودهای جدید خود رو آوردن که اینجا در نوبت از سرود جلوه گلرز داریم که بعد از چند لحظه خواهیم شنید. این سرود بگویم که بار اول از رادیو وطن برای تمام مخلصان رادیو وطن پیشون میشود. درباره واقعا هم این اولین بار است و درباره همین سرود یک کمک میگفته استاد جلوه گلرز منتها با قول برادرای فارسی گویان گفتن که شما میتونید یک سرود تیار کنید که تونات یکاش تمام قلمروی گوییم که وطنی نوروزی کشورهای همجوار رو به هم بیارد. بعد فکر کردم که چی باید کرد و انتخاب متن از کی باشد. بعد استاد جانبیگ اسراریان خورسندی بخش بود که یک صحبت داشتیم در گرد اطراف همین چکن و اطلس و لباس‌های ملی که به بر میگیرن مثل مادر و خواهران و آقای عزیزم و گرد همین چیزی داشته باشیم که هم صفت و صورتی بیرونه سفری داشته باشد یعنی که اقدام و پیام و فرهنگ تمدن کامبونیادی تاجیک زمین خودمون رو معرفی نماییم در کشورهای دیگر یعنی که همجوار و بخصوص در آنهایی که باز هم سرود و ترانه‌های مثال وطنی دارن و خصوصا باش استاد توانستن یعنی یک محک همون کلیدی اصلی همین آهنگ چی کلید اصلی آهنگ رو که من یافتم با یعنی سهمگزاران موسیقی مثل کسبی پسرم محمد امین نظری‌زاده که رو می‌نوازند و اختراعکار هستند یعنی که کم کم رنگ و بور موسیقی سر و کار دارد و تنظیم میکنند و باز آنجا کمک امید جان هست و کمکی از اونهایی که تا کجای توانستن محمد جان که توانستن همون محتوای مثل موسیقی رو توانن برای مخلصان عزیز افشا کنند و نهایت حال نمایش کنند نمایش دهند و چیزی شود که یک سرود و یک ترانه باشد و شود که باعث افتخار هموطنان عزیزمون باشد که اونجا هم وطن است هم گل است هم چکن است هم مطلس است یعنی هر یک جزئی وطن هست در آنجا بهترین. پس شنوندگان عزیز باید همین سرود را همین حالا بشنویم چون استاد گفتند که در داخل این سرود هر یک جزئی وطنی محبوب چی رسم و آیین چی هر زیبایی وطنی محبوب ما هست. پس با این سرود میرویم و سایر تاجیکستان بعداً برمیگردیم و صحبت رو با استاد دولت نظری ما ادامه خواهیم. بله خواهش می‌کنم.
السلام علیکم. نمیدونم خاله جان شما خوب هسته؟ تشکر شکر خدا ناز. شکر خدا ناز شما خوبه؟ ناز میشه. نه خاله جان. نه همین خوبه شما خوبه خاله جان؟